در اندوستان اگر قضا تو را نکشد دکتر حمال سینگ این کار را خواهد کرد. او یکی از اعضای انجمن مبارزه با انسانهای سالم در اندوستان است. کسانی که 4 ستون بدنشان سالم است دست و پایشان توسط دکتر به پازل تبدیل می شود. دکتر به قدری مهربان است که گویا برای بلال هیزم خورد می کند. دکتر حمال سینگ متخصص ارتوریدی در کشور خود است و طوری در کار خود حرفه‌ای است که گویا طرف مقابل با نیسان شاخ به شاخ شده است. او پس از اینکه فرد مورد نظر را از زندگی معاف کرد دست آن را قیرگونی می کند. پس از پایان کار حتی بهزیستی هم این فرد را پذیرش نمی کند.